پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارکش فرموده است که خمس من جاء بهن مع ایمان دخل الجنه. 5 چیزی هست که هر انسانی که ثواب این چیزها را بر روز قیامت همراهی ایمان کامل بیاره داخل جنت می شود. 5 عملی هست که هر انسانی که در زندگیش این عملها را داشته باشه و ثواب اینها را و همراهی ایمان کاملش و صحرای قیامت و در نزد حالت حساب رب العالمین ثواب اینها را بیاره، خداوند به سبب این عبادت ها انسان داخل جنت میکنه. یعنی برادرای عزیز بزرگوار، مقصد از همه شوق و ذوق میل و خواهش ما و شما جنت است. مقصد از نماز خواندن و عبادت کردن ما، مقصد از بندگی و فرمانبرداری ما به خاطر این است که خداوند بزرگوار ما و شما را از قهر و غضبش ایمن بداره و جنتی که رضای خودش هست و جنتی که در درون او دیدار خودش هست برای ما نصیب بگردانه. 5 چیزی هست، 5 عملی هست، 5 راهی هست، 5 کاری هست که ما و شما را به او جنت جاودان و به رضای الله و به دیدار الله میرسانه. اینها چیها هستند؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: من حافظ علی الصلوات الخمس على وضوئهن و رکوعهن و سجودهن و مواقتهن. شخصی که حفظ کنه 5 وقت نماز شد، یعنی 5 وقت نمازی که الله برای او فرض گردانده است، این 5 وقت نماز نسبت به 5 وقت نماز بی‌پرواگی نداشته باشد، یعنی اینها را قضا نکنه، اینها را ناچیزا بی‌قدر و بیهوده ندانه، اینها را با وضو و طهارت بود، با طهارت تازه، الوضوء علی الوضوء. پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه طهارت بالای طهارت نور علی نور، نور بالای نور است. یعنی انسانی که طهارت هم داشته باشه، وقتی نماز رسید طهارت تازه کنه، از سر طهارت کنه، به خاطر اینکه طهارت کردن انسان به خدا قریب میکنه. انسانی که در وقتی نمازی نباشه، یعنی وقتی نماز در اومد طهارت نو کنه برای اون نماز و رکوعهن، رکوع نماز چقدر رکوع آرامانه باشه، نسبت به نماز سراسیمه نباشه، تیز نخونه، چون که در حدیث های شریف میگذره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم صحابه را، یک جوان را 3 بار برای تیز نماز خواندنش گردون. گفت ارجع فصلی فانک لم تصلی، بگرد نماز تا از سر بخوان که نماز نخونده. وقتی که صحابه نماز خوان 3 بار پیغمبر گردان داشت. بعد از آن اون صحابه از پیغمبر پرسید: گویا رسول الله، من تعلیم بده، من از زیاد خوانده نمیتونم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت آهسته بخون. در رکوع گفت بچنان آرامی بیست که اعضاد از جنبیدن بمانه و از رکوع خیستی قامت تراس بگی، دستا را در قد دراز کن و بچنان آرامی بیست که تمام اعضای بدنت از جنبیدن و لرزیدن بمانه. بعد از آن به سجده را بره و سجدت هم این چنین سجده آرامانه باشد. مثل پرنده که دانه میچینه از زمین، مثل این نماز نخوان. در دیگر روایت ها میگذره. یعنی انسانی که نماز را بر رکوع خوب، به سجده خوب و در وقتش ادا کنه، یکمین راه، یکمین چیزی که انسان خوشبخت میکنه و به جنت میرسانه، نماز خوب است. برادرای عزیز، پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث شریفش میفرماید که الصلاة عماد الدین، نماز ستون دین هر یک انسان است. من اقامها فقط اقام الدین، هر انسانی که نماز را برپا داشت، نماز را به خوبی ها خواند، او انسان خانه دینش آباد کرده است. و من هر انسانی که نماز را ترک کرد، و من ترکها فقط هدم الدین، هر انسانی که نماز را ترک کرد، نسبت به نماز بی‌پرواگی کرد، او شخصیت و انسان خانه دینش خراب کرده است و ویران کرده است. یعنی برادرای عزیز بزرگوار، یکمین چیزی که در روز قیامت الله بزرگوار از بنده میپرسه این نماز است.
در حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم است که یکمین چیزی که در روز قیامت از بنده پرسیده می شود بعد از ایمان خدا این نماز است. روز محشر که جانگداز بود اولی پرسش از نماز بود. روز محشر بسیار روز سخت است، یعنی جواب سخت داره. یکمین چیزی که از ما و شما پرسیده می شود برادرای عزیز و بزرگوار نماز است. الحمدلله که ما و شما همه اهل نماز هستیم. حرکت داشته باشیم. این نعمتی که ما را به جنت میرسونه، این نعمتی که رضای الله است، این نعمتی که صحبت به پروردگار است. پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه هر انسانی که میخواهد با پروردگارش صحبت کنه اون نماز بخونه. نماز سراسر کلش همه صحبت، همه سخنی که در درون نماز از سخن صحبتی با پروردگار است. هر یک کلمه که بنده در نماز میگوید از الحمد سر کرده تا آخرا در هر یک کلمش پروردگار بزرگوار برای او بنده جواب میگرداند. یعنی برادرای عزیز بزرگوار نسبت به نماز سستی و بی‌پرواگی نداشته باشیم. و دومین چیزی که ما و شما را داخل جنت میکنه و پیغمبر صلی الله علیه وسلم که سبب داخل شدن جنت میشود و صام رمضان، روزه رمضان است که الحمدلله ما و شما لحظه در او قرار داریم. الله بزرگوار در حدیث قدسی میفرماید که ملائکه ها را میگه که یا ملائکت، ای ملائکه، این بنده من خودش از خوردن نوشیدن شهوت ها منع کرده است به خاطر من. این روزه گرفتنش به خاطر من است. من این بنده را در برابر روزه گرفتگیش من خودم ثوابش میکنیم. یعنی ثواب تمام عملها، نماز، حج، زکات، خیر و سخاوت، ثوابی همش در روز قیامت وابسته به ملائکه است. ملائکه ها ثواب میدادن، اما ثواب روزه را حتی در حدیث ها میگذره که در روز قیامت روزه به چنان ثواب بزرگی داره که ملائکه ها با پروردگار مراجعت میکردن، میگفتن ای پروردگار ثواب روزه گرفتگی بنده تو ما چخیل ادا کنیم؟ پروردگار بزرگوار میگه که او را من خودم ثوابش میدم، ثوابی به حساب و به حد و به کنار. یعنی که برادرای عزیز بزرگوار دومین چیزی که ما و شما را خوشبخت میکنه این رمضان است. برادرای عزیز دومین چیزی که ما و شما را سبب داخل شدن جنت میکنه این رمضان است. در شبهای گذشته در حدیث شریف خواندیم که پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت که ان للصائم فرحتان، انسان روزدار دو خرسندی و دو خوشحالی و دو خوشبختی را از خود میکنه. فرحت عند الافطار و فرحت عند اللقاء الجبار. یکمین خرسندی انسان روزدار وقتی افطار کردنش است. وقتی که وقت افطار برسه چقدر خرسند میشه و خرسندانه افطار میکنه. دومین خرسندیش در روز قیامت در جنت الله بزرگوار وقتی که دیدارش نشون میداده است میگه است ای بنده این دیدار من در برابر انم روزه گرفتگی تو هست. یعنی در ثواب روزت من در برابرش دیدار خود برای تو نصیب میگردانم. دومین چیزی که ما و شما را برادرای عزیز بزرگوار سبب داخل شدن جنت میشود این رمضان است، روزه گرفتن است. ما روزه را یعنی چیزی مشکل و چیزی به قدر اندک ندانیم، به قدر این نعمت برسیم از لحظه هاش استفاده ببریم. و سومین چیزی که انسان در روز قیامت داخل جنت میکنه و حج البیت ان استطاع الیه سبیل، انسانی که حج خانه خدا بره و حاجی های محترم ما و شما، هر انسانی که اگر استطاعت توانایی داشته باشه برای رفتن حج، برادرای عزیز و بزرگوار هر انسانی که توانایی حج داره و حج نمیروه این را بدانه که هر یک موسم حج عاصی شدگی است، گناهگار شدگی است. عاصی چی است؟ پیغمبر مثال میاره میگه یک سنگچه، یک سنگ میده را وقتی که در درون یک حوض آب و پرتای یگان اعضاس یگان جاش خاک نمیمانه، انسان مثل این که همون سنگچه را در آب میپردای همه اعضاش تر میشود، تمام وجود انسان عاصی از گناه در گناه غوطه میشود، تمام انسان گناهگار عاصی میشود.
یعنی سومین چیزی که انسان سبب جنت داخل شدنش میشه و حج مبرور است، حج مقبول است، حجی که حاجیه که برادرای عزیز بزرگوار پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه حج نشانه قبول شوی داره. حاجیه که حج رفت آمد، بعد از حج کردنش، بعد از آمدنش عملهای بدش ترک نکرد، حج و انسان خداوند قبول کردگی نیست. نشانه قبول شدن حج همین است که وقتی از حج آمد خصلت‌های بدش ترک میکنه و خصلت‌های نیک خوب پیدا میکنه. انسانی که حج کنه، توانایی داشته باشه، برای خانه خدا را زیارت کنه، روضه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم زیارت کنه. در حدیث های شریف میگذره پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه هر انسانی که روضه مبارک من زیارت کرد، یعنی کسی که من زارنی بعد مماتی فکأنما زارنی فی حیاتی، هر انسانی که بعد از مردن قبر من زیارت کرد مثل این است که من از زنده بودن و زندگی من زیارت کرده است. من زارنی و جبت له شفاعتی، هر انسانی که من زیارت کنه پیغمبر صلی الله علیه و سلم در قیامت شفاعت و انسان در بالای من واجب می شود. یعنی برادرای عزیز و بزرگوار سومین چیزی که سبب می شود که ما و شما را داخل جنت میکنه این حج مبرور و مقبول است. برادرای عزیز و بزرگوار هر انسانی که توانایی داره، هر انسانی که قوت استطاعت داره خودش از این ثواب محروم نکنه. اگر ما و شما خدای نخواسته اعضای بدن دردمند شود با چی سوم و چی راهی باشه حرکت میکنیم که خودمون تبابت کنیم، اما این راهی هست برای ما و شما. چند سومه هم باشد خداوند در پیش ما راهی ما گذاشته است که به سبب این خودمون از گناه پاکیزه کنیم و سبب داخل شدن جنت من شود. و چهارمین چیزی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا انسان سبب داخل شدن جنتش می شود و اعطى الزکات طیبة بها نفسه، عطا کنه یعنی بدهد زکات. انسانهای صاحب نصاب، کسی را که خداوند او را مال دنیاش داده است، در برابر او از او شکرش میخواهد. در باب شکر صحبت ها کردیم که زکات مال در راه خداوند دادن. هر انسانی که چنانگه که در شبهای گذشته گفتیم در هر جای قرآن وقتی که امر نماز آمده است در حال در قفاش چی امر زکات آمده گه. پروردگار میگه اقیم الصلاه و آتوا الزکات، نماز تا در وقتش بخوان و زکات بتی. هر انسانی که زکات نمیتیه مال او حلال نیست. برادرای عزیز انسانی که زکات به معنای پاکیزه کردن است. انسان وقتی که زکات مالش برآورده داد مالش از غژگی ها و ناپاکی ها و شبهه ها پاکیزه می شود. هر انسانی که زکات نتیه مال و انسان حلال نیست و پاکیزه نیست. و پنجمین چیزی که انسان سبب داخل شدن جنتش می شود پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا که و ادى الامانت، ادای امانت کنه. هر چیزی که در دنیا در ما و شما هست ما استفاده میبریم، همه اینها از جانب پروردگار برای ما و شما امانت هستند. بعضی شارح های حدیث امانت جنابت گفته هستند که انسان خودش از جنابت پاکیزه کنه، اما لفظ عام این حدیث امانت یعنی هر چیزی که در اعضای بدن ما و شما هست اینها امانت هستند. حتی در حدیث های پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگذره که وقتی خداوند حضرت آدم خلق کرد، وقتی هر اعضا را در بدنش میچسباند او را میگفت که هذا امانتون، این برای تو امانت است. اگر این را به خوبی استفاده ببری در برابرش جنتت میتم، خوشبختت میکنم، سربلند و سعادتمندت میکنم. اگر در راهش استفادهش نبردی، در راه گناه و بدی صرفش کردی، بسیار عذاب سخت برای تو در برابری. یعنی امانت های پروردگار برادرای عزیز و بزرگوار حرکت کنیم که ادا داشته باشیم تا اینکه عمل ها در قیامت سبب داخل شدن جنت ما و شما شود. پروردگار بزرگوار